امروز با وحید عزیزم داریم میریم یه جای هیجان انگیز. بهتون میگم جای هیجان انگیز چجوریه. فعلا که پیاده شده مارکت آب بگیرم، بعد بریم. هم یه جای هیجان انگیز، هم یه آدم بسیار عزیزی رو میخوایم امروز ببینیمش دیگه. حالا براتون سورپرایز دارم، خیلی خیلی زیاد. خب من و وحید عزیزم اومدیم LAX ایرپورت لس آنجلس. بعد چیزی که میخوام بهتون نشون بدم یه چند دقیقه دیگه اومدیم LAX لوکیشن این ان اوت ساندویچ همبرگریه. ولی چیزی که میخوام بهتون نشون بدم حالا یه چند دقیقه باید صبر کنید. نه من خیلی خوبم. ای وای نریم تو آبای کثیف. پاد نره برای تو آب کثیف. همه موبایل به دستن الان، میخوان یه چیزی رو فیلم بگیرن. منم دقیقا همونه میخوام فیلم بگیرم بهتون نشون بدم. آره وحیدی اومدم. فیلم آماده باشه که اگر اومد یا نباره. خب بچه داره میاد، یعنی با ارتفاع خیلی خیلی کم بالای سر ما میاد رد میشه. روزانه همینطوری 5 دقیقه یکی میاد از این بالا سر با ارتفاع خیلی کم رد میشه. چقدر 1 دقیقه یه دونه؟ آره همه با موبایل دستشون دارن ازشون فیلم میگیرن. اونجا هواپیما همه دارن سرکم میکنن. مردم همه با موبایل ایستادن که از هواپیما عکس بگیرن، فیلم بگیرن. در واقع الان اوکی داره میگیرن. LAX با نگار خانم عزیزم رفت روی ایدی امارات. خوب دید؟ خیلی هیجان انگیزه. جالب دید. همین انات خب امروز با وحید اومدیم زیاده نکن LAX ایرپورت لس آنجلس. یه آدم عزیزی داره میاد که منم بهتون نشون میدم. فکر کنم الان نشسته تا ایمیگریشن بشه بیاد بیرون، یه نیم ساعتی طول میکشه. بعد دیگه وحیدم سفارش غذا داد، با هم دیگه میخوریم و بعدش هم میریم دنبالش و بعدم وای فکر کردم موشه گوشش که نه جا حشره. وای دروغ نگو، پاهم بذارم بالا وحید میگه پر موشه الکی. خب این هم این ان اوت، یکی از بهترین همبرگرهای لس آنجلسه. فقط هم وحید تو لس آنجلسه نه؟ توی آتلانتا نبود. فقط تو کالیفرنیا تو کالیفرنیا است. تو وگاس هست و اینکه
البته بهترین ساندویچ هم نیستی ولی خب شبیه همبرگرهای ایران ما دوستش گوشتش داریم. خوشمزه آره، تره، دقیقاً. گوشت گرمه. الان دیگه نزدیک شهر حالتی به هواپیماهای ما راه مخفی البته نزدیکه نه، یعنی کنار دقیقا باید هم که دیگه ورودی نوشین بودو تیکت الان من بشینم پشت فرمون نوشین با بودویم نه 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 یه بقلی بکنید هم دیگر رو میخوام دارم فیلم میگیرم اینو برش کن اینو برش کن من نه فقط تو اینو ازشون هم فیلم داره میگیرم تو ماشین خب داستان اینه که دوتا خواهر به هم میرسن همه دنیا رو به هم میریزن و الان من و نوشین به هم رسیدیم